زندگی قینای مبلغ نمیرسونه. برای همین من ایوزیر فکر کردم که آیا من فقط فرزند و مکتب بردم میتونم نمیتونم زور میرسه نمیرسه. فرزانه به فرق از دیگر مادران خیلی بر وقت کودکانش را در خانه اجاره تنها گذاشته به کار می رود. کار او نیمه شب شروع می شود. باید تا رسیدن صبح و به راه برآمدن ساکنان کوچه ها را تمیز کند. ساعت 3 شب میخیزم راه میرم تا 5 ای 5 خانه میرم کودکام از صدیق میبرم. ای 8 بود کار میبرویم بود دیم خود جمعیتی مثال کارگر وقتی کار میکنیم. فرزانه 30 ساله 2 فرزند را به تنهایی به وایه میرساند. شوهرش آنها را ترک کرده است. او از جماعت رودکی ناحیه واسه برای پیدا کردن رزق و روزی به پایتخت آمده است. اما روزگار در پایتخت برایش دشوار است. برای اجاره ماه 300 سومون می سپارد. پولی سوید می سپارم، پولی آب می سپارم، پولی موسر می سپارم، پولی صدیق می سپارم. مثال غیر اجاره ما ایامو 760 سومونی که من میگیرم در بگویی که من سر تنهای خودم در یگان لباس بخرم یا که یگان نمیرسونم. خانه های آدم ها عبورکه میرم. کسانی که مثال خویشمندن، کسانی که مثال شرایط خوب نقض دارن میرم خانه عبورکه میکنم، میرم خالین میشوم. خیلی تا اویل کمشیدن همون قطعی من روز ما پیش میبرم. بکار نبودن و منبع ریسک و روزی داشتن فرزانه را امیدوار ساخته است که روز او هم صاحب بومی بهتری میگردد، زیرا درک میکند که با آن معاشی که میگیرد در پایتخت خریداری خانه خیلی دشوار است. آدمی که مثال جای کار داره، وظیفه خوب نقض داره، معاشی نقض داره، خانه و در داره، میخواد زندگی کردن. شخصا من ای مجبوری طاقت کردم، من مجبورم. در شهر دوشنبه وابسته به مکان جایگیر شوی نرخ خانه هم فرق میکند. معمولا برای 1 متر کوادراتی نرخ آن از 450 دلار آمریکایی آغاز می شود. نرخ ماهانه اجاره هم از 300 سومانی شروع می شود. و مثل فرزانه صدها اجاره نشین در پایتخت زندگی سخت را پس سر می کنند و یگانه آرزوی آنها این است که صاحب کلبه خود شوند. آرزویی که برای عملی شدن آن امید داشتن بهانه کافی نیست. محمد میان 10 مرد کاری دیگر منتظر کارفرماست. او هم به خاطر بنیاد زندگی بهتر به پایتخت آمد. اجاره نشین است و جای کاری دائمی هم ندارد. عروبکه شدیم، صورتگیر شدیم، ساختمان در کار کردم 17 سال. شهر کم خیلی که باید زندگی تمی و میجمی قشلاق ده نمیشود. محمد برای اجاره ماه 1000 سومانی می سپارد. مثل اکثر دیگر اجاره نشین ها در دوشنبه او در یک وقت باید هم برای روزگذرانی عائله عبارت از 7 فرزند و هم برای پرداخت اجاره پولی و چندین خراجات دیگر پول کار کند. در منزل اجاره شرایط عادی ترین نیست، اما از مناسبت خوبی صاحب خانه توصیف می کند. چرا با همین یا مدام میزگره با ایران با میفهمم میگه خیلی گوداگداری منم شرایط میفهمم میگه همون کم همون زور رسیدن دادم. در تاجیکستان نرخ گران منزل، مزد کم معاش، کمبود جای کار دائمی از جمله عامل‌هایی اند که برای شهروندان زیاد خریداری منزل را مشکل کرده است. گران بودن بهره قرض‌های ایپاتیکی بانک‌ها در تاجیکستان سبب شده که اکثریت حتی فکری به این وسیله صاحب منزل شدن را از سر دور کردند. برخی هم با امید روزی بهتر نصف عمر خود را در اجاره سپری می‌کنند. در خانه اجاره فرزندان را بزرگ می‌کنند و به زندگی مستقل گسل می‌سازند.